منن خاطر منن ننت منن موزد منن وقتی مارشال وارد زندگیم شد فکر نمی‌کردم قراره همه چیز زندگیم به خاطرش عوض بشه. مارشال خیلی بازیگوش و پر انرژی بود. این کیه؟ مارشال خیلی رابطه خوبی با بچه‌ها داشت، طوری که وقتی برادرزادم میومد و میرفت پشت در منتظرش مینشست. همونجوری بهش یاد بده، خیلی قشنگ یاد میدادی. خب داست منو همون بینه که فقط تمیز چی من عادت میذاری توش دست باش بازی کنی من میام بینی بعد میام بینی باید بازی کنی فهمیدی؟ تو داست نیدیه آره تو یاد دادی. مامی برای ماشاده حسن میتونه الان بیاد؟ نه میخواد. مارشال با ورود به زدن واکسن دچار بیماری پاروا شد و علائمش با بیحالی و بی‌اشتهایی و بعدش با استفراغ شروع شد و ما اون رو در بیمارستان بستری کردیم و به مدت 10 روز توی بیمارستان بود تا بیماریش خوب بشه. سلطان یواش بخور سلطان. دادا یواش بخور سونی چی تو توی دند نازی توی خاپون نازی سلطان خوردیم؟ سلطان قربونت چیزیت بدم سلطان. وضعیت ما 112 شب. تو هم نمیاد اصلا. قبل از بستری شدن مارشال توی بیمارستان ازش تست دیستمپر گرفتم و جواب منفی بود. بعد از مرخص شدن از مارشال از بیمارستان علائم بیحالی داشت و پزشک معالج گفت مربوط به همون پارواست و برای رفع این مشکل بهش دگزا زد و از نظر سایر دکترها مشکل اینکه دیستمپر خیلی شدید در بدن مارشال پخش شد احتمالاً همین زدن دگزا بوده.
سبزیجات میخوری؟ آره؟ سبزیجات؟ کونو چیشاش برم من